سرخط مهمترین خبرها: دونالد ترامپ از دریافت تحفه مناسب از ایران خبر داد. وزیر کارهای داخلی از دیاسپوراهای تاجیکان خواست از افراطی شدن مهاجران جلوگیری کنند و حکومت تاجیکستان می‌خواهد 25% منصب‌ها را به زنان بدهد. سلام بینندگان عزیز، تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه نویدی بامدادی تقدیمتان می‌کنیم. امروز 25 مارس سال 2026 است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید در حال گفتگو با افراد مناسب در ایران است و واشنگتن به گفته‌اش از تهران تحفه مناسبی دریافت کرده است. ترامپ بیگاه سه‌شنبه 24 مارس در کاخ سفید به خبرنگاران بدون آوردن جزئیات بیشتر گفت ایران هدیه بسیار بزرگ و ارزشمند در بخش نفت و گاز به آمریکا داده است. این برای من فقط یک معنا داشت، اینکه ما با افراد درست گفتگو داریم، گفت ترامپ. رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد که گذشت ایران به مسئله عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ربط دارد. این مسیر مهم روای کشتی‌ها عملاً از جانب ایران بسته شده است. دونالد ترامپ بار دیگر به خبرنگاران گفت ایرانی‌ها خیلی سخت خواهان رسیدن به توافق هستند. پیشتر وزارت کارهای خارجه و رئیس پارلمان ایران پیش بردن همگونه مذاکره با آمریکا را رد کرده بودند. رسانه‌ها گزارش دادند که چند کشور منطقه با هدف پایان جنگ در حال ارسال پیام‌ها میان آمریکا و ایران هستند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان 24 مارس گفت کشورش آماده میزبانی از مذاکرات آمریکا و ایران است. رسانه اسرائیلی یونیت گزارش داده است که آمریکا و ایران بعد تماس‌های پنهانی اخیراً به مرحله مذاکره رسیدند. گزارش‌ها از احتمال مذاکره آمریکا و ایران در حالی است که جنگ در ایران و پاسخ این کشور به اسرائیل و کشورهای منطقه همچنان ادامه دارد. مقام‌های کویت اعلام کردند که برخورد پهپاد به انبار سوخت در فرودگاه بین‌المللی کویت باعث سر زدن سوختار شد. ارتش اسرائیل هم صبح 25 مارس از موج نوی حمله‌های موشکی ایران به آن کشور خبر داد. اسرائیل گفته است به چند انشاءات حکومتی ایران ضربه زده است. رسانه‌های داخلی ایران از ترکش در غرب تهران و همچنین شهرهای شیراز، قزوین، کرج و بوشهر خبر دادند. سپاه پاسداران ادعا کرده است که 2 موشک نوی کروز را در آسمان تهران سرنگون کرده است. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از رهبران دیاسپوراهای تاجیکان در خارج کشور درخواست کرده است که از گرویدن جوانان به گروه‌های تندرو جلوگیری نمایند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی میگوید دیدار وزیر با رهبران دیاسپوراها 19 مارس در دوشنبه برگزار شد. به اطلاع منبع وزیر رمضان رحیم‌زاده به رهبران دیاسپوراهای تاجیکان گفته است سیاست حکومت تاجیکستان را در میان مهاجران درست فهمانند. وزیر گفته است پرزیدنت کشور امامعلی رحمان پیوسته از حیات و فعالیت هموطنان برون مرزی و مهاجران مهنتی باخبر هستند. این در حالی است که مهاجران تاجیک در روسیه بارها از بی‌توجهی حکومت به وضع آنها شکایت کرده بودند. در واخوری وزیر کارهای داخلی با نمایندگان دیاسپوراها خبرنگاران مستقل شرکت نداشتند و برای همین روشن نیست که در این نشست وضع مهاجران بررسی شده است یا نه. تاجیکستان از جمله کشورهای مهاجر فهرست است. سالانه حدود 1 میلیون تاجیکستانی برای کار به خارج مخصوصاً به روسیه می‌روند. مهاجران بارها از مناسبت پلیس روسیه و تفتیش و ریدهای زیاد شکایت کردند. حکومت تاجیکستان می‌خواهد حضور زنان در کارهای دولتی را بیشتر کند. در یک برنامه حکومتی که رادیوی آزادی 25 مارس شناس شده آمده است، فعلا فقط 19% رهبران مقامات زنان هستند که ناکافی میباشد. بر پایه این سند تا سال 2003 باید 25% وظیفه‌های رهبری در اداره‌های دولتی به زنان اختصاص داده شود. در این برنامه گفته نشده است که از کدام طریق مقامات می‌خواهند این کار را اجرا کنند. به گفته مقامات دوام 4 سال آینده حصه زنان در کارهای دولتی از 25% فعلی باید به 30% زیاد کرده شود. تصمیم حکومت برای بیشتر جلب کردن زنان به کارهای دولتی در حالی است که پیشتر مقامات پیشنهاد وکیلان را در این باره رد کرده بودند. سال 2019 یک گروه وکیلان پارلمان به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده بودند که هنگام اصلاح قانون درباره خدمت دولتی تا 40% منصب‌های دولتی به زنان داده شود. نمایندگان حکومت با رد این پیشنهاد گفته بودند که مسئله قبول زنان به کار در اداره‌های دولتی در قانون‌های دیگر حل شده است. فعلا از 21 عضو حکومت چند وزیر از جمله وزیر مهنت و وزیر فرهنگ زن هستند. نیروهای مرزبانی ارمنستان یک شهروند 46 ساله تاجیکستان را دستگیر کردند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، اسام‌الدین رجبوی 46 ساله از گرجستان به ارمنستان می‌گذشت. وکیل مدافع انی چاتیان روز 23 مارس به رادیوی آزادی گفت که شخص زیر حمایتش با درخواست مقامات تاجیکستان و با اتهام افراط‌گرایی دستگیر شده است. وکیل اظهار امیدواری کرد که ارمنستان زیر حمایت او را به تاجیکستان تسلیم نمی‌کند. شرح جانب تاجیکستان دسترس نیست. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که اسام‌الدین رجبوف در شب
شبکه اجتماعی فیسبوک با امضای مستعار مطلب‌های تنقیدی نشر کرده است. یکی از دوستانش گفت که او یک سال اخیر در گرجستان میزیست، ولی پلیس آگاهی داده است که مهلت بدوباشش به پایان رسید و باید این کشور را ترک کند. به نقل این همصحبت رادیوی آزادی که نامش به دلیل امنیتی نوشته نمی‌شود، اسام‌الدین رجبوف از سال 2009 تا سال 2012 در دسته زودعملی تعیینات مخصوص یا آمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خدمت کرده است. این روزها در سراسر تاجیکستان تجلیل جشن نوروز ادامه دارد و این هفته پوره در کشور تعطیلی رسمی است. جمع‌آمدهای عیدانه در باغ و گلگشت‌ها، گوشتگیری، پختن سمنک از جمله رسم‌های نوروزی هستند که می‌شود در همه منطقه‌های تاجیکستان دید. نوروز برای مردم تاجیکستان آغاز باز یک سال نو است و مردم در این روزها برای یک سال آینده‌شان برنامه‌ریزی می‌کنند. خبرنگاری فرانس پرس از ساکنان در دوشنبه پرسیده است که در نوروز چه تمنیات‌ها دارند. با هم ببینیم که ساکنان چی گفتند. نوروز برای من عید ملی هست. ما هر سال این عید رو یعنی که پیشواز میگیریم. این نوروز اساساً در تاجیکستان هست. هر سال ما این رو آرزو میکنیم که در این نوروز همه سخت سلامت باشند و صلح باشد. ما آرزو داریم که در جمهوری ایران دیگر جنگ نشود، پاکستان جنگ نشود، افغانستان، یعنی که همین صلح در همه دنیا پایدار باشد. Я люблю очень праздник Навруз. Навруз для меня это праздник возрождения. من جشن نوروز را خیلی دوست می دارم. نوروز برای من جشن احیا و خرسندی است و می خواهی در این روزها کاری نوی را آغاز کنی. می خواهم به همه موفقیت، انجام کارهای نیک، آغاز مرحله نو در زندگی را آرزو کنم. آرزو می کنم که در کل جهان صلح و امانی باشد تا همه دوستانه، خوشبختانه و بی درد و غم زندگی کنند. Все жили дружно, счастливо, без бед, без горя. نوروز به معنای روزی نو، با مثل سال نو که طبیعت گویا از سر نو زنده می شود، همه جور سرسبز می شود، دهقان باشد کار خود را شروع می کند، به مثل اونه که حیات گویا از سر نو سر می شود. بر من همین گونه است جشن نوروز. آرزوی من همین می باشد که در همه تمام دنیا تنجه و امانی باشد، جنگ ها بس شود، یعنی که همه صلح بندند به همین سال نو که آغاز می شود. آغاز سال نو در اوج گذشته ها را فراموش کنند و از امروز بعداً روز نو را آغاز کنند و صلح و آرامی برپا شود. من همین را آرزومندم. بینندگان عزیز، شما در روز جشن نوروز چه تمنیات و آرزوها دارید؟ می توانید در زیر برنامه نویسید. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 25 مارس را فرا می‌گیرد. 25 март با تشبث سازمان ملل متحد روز یادآوری از قربانیان غلامداری است که دوام قرن‌های زیاد در نقاط مختلف سیاره چون نظام عادی زندگی وجود داشت. میلیون‌ها زنان و مردان و کودکان در سراسر سیاره به حیث انسانی بی‌حق و حقوق خرید و فروش و استثمار شدند. کارشناسان میگویند در عصر 21 هم با افزایش جریان‌های مهاجرت کاری گاه شکل‌های نوی غلامی و غلامداری به مثل خودسرانه محروم کردن انسان از آزادی، کارفرمایی، نپرداختن حق و استثمار کاری و جنسی هم آشکار می‌شود. 25 مارس سال 2009 پرزیدنت تاجیکستان قانون نوی را درباره آزادی وجدان و سازمان‌های دینی امضا کرد که بحث برانگیز شد. قانون اجازه نمازخوانی را در مسجد و خانه اجازه داده، مثلا در بیمارخانه و زندان‌ها تنها با اجازتنامه ممکن دانست. تأسیس مسجدهای جامع هم تنها در محل‌های با 10 تا 20 هزار اهالی اجازه شد. مقامات گفتند قانون برای تنظیم فعالیت‌های دینی ضرور بود. منقدان آن را چون محدود کننده آزادی‌ها انتقاد کردند.
25 марти соли 1949 шоираи тоҷик Норинисо таваллуд шудааст, ки 69 сол умр дид. аввалин шеърҳояш бо кӯмаки Раҳим Ҷалил чоп шуда муаллифи даҳҳо маҷмуаҳои шеър аст. Норинисоро муаллифи шеъри самимиву ҳадафрас меноманд, ки дар мавзӯъҳои модару ватан ва инсону зиндагӣ навиштааст. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را برای 25 مارس چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. تا فردا، خدا نگهدارتان.